هر وقتا که بنده از بنده ها ما بیمار کنم، مبتلا در یک دردمندی بیماری یعنی مبتلا بگردانم، اونها را کسل کنم و این بنده من در حالت بیماریش یعنی ناشکری نداشته باشه، من حمد بگویه، بگه الحمدلله، خدا را شکر، خداوند برای من درد داده است و در این درد الهی تسلیم باشه، راضی باشه و خدا را حمد گویه. رب العالمین گفتن وقتی که شفا میابه، وقتی که از اون بستر جاگه بیماری میخیزه، مثل روزی هست که از مادرش تولد شده بود، از خطا و گناه پاکیزه یعنی بلند میشود. ببینی برادرای بزرگوار من که صبر کردن و حمد گفتن، شکر گفتن در حالت بیماری، دردمندی، گناه و خطای انسان پاکیزه میکرده است، از انسان نابود میگردانده است.